پس ما این پزمانی تو را به حقیقت تبدیل میدیم. تو چی فکر داری؟ قماندان به اونجا میگرید؟ حیله میکنند. در اینجا با ما دم گذاشتند. در زیر خرابه ها مودوی ترکنده است. وگرنه عقیب نشینی نمیکردند. آفرین نوسکر. این طور باشد ما باید طرفی سوسی آنها را پیدا کنیم. ما باید آدمان آنها را به آن طرف گذرانیم. یقین است که سردارشان در آنجا پنهان است. ما باید او را پیدا کنیم. خب با دو گروه تقسیم میشویم. آتش، کشانلی، نوسکر، شما علاج کرده قماندان را میابید. ما باشیم علاج کرده از اینها خلاصی میابیم. خوب شد از قماندان. اگر پیدا کردیم فوراً شما را خبردار میکنیم. سپس شما را ضرور میاید که جای آنها را معلوم کنید. خوب با دقت باشید. شاید آن رقم ها در هر کجا باشند. شاید به آخر باشد. زود برایید، زودتر. قماندان آنها با ما نزدیکند. شاید گذشتن مشکل شود. فهما. حمایه کنید. تایر آرام شو. تیرها را بهوده صرف نکن. قماندان آنها از دوزخ برآمده ایستادند مگر هیچ مورشون کم نمیشود. صبر کن. صبر کن. امروز با آنها چی بودن محاربه حقیقی رو نشان میدیم. با آنها با صبر و عقل میجنگیم. اینجا تازه. خاموش باشید. صدا نبرارید. از جایتون نجنبید. اگر صدایت را بروری گلویت را میبرم. مرا شنیدی؟ اکنون به من بگو آن پناهگاهی که شما بمبه ها را به خوبی اداره میکنید در کجا است؟ اگر فهمیده باشی میجزم. یک مراتبه. در پایان سلاحداران هستند. قماندان چیکار میکنیم؟ مجبوریم که به پایان فرایم. پناهگاهشون را پیدا کرده آن را خراب میکنیم. قماندان با فکرم مکانی رو که اداره میکنند یافتیم. ما با پایین میفرایم. خوب فراید. ما اینجا منتظر خبری شما میشویم. قماندان اینجا کسی نیست. با کدام طرف می رویم؟ کشانی در اینجا مگر یکون طرف دیگر هست؟ البته به پیش. درست. چی گپ است آتش؟ حالا همه تنجی است. ما در درآمدگاه مکانی اداره کنی را می جوییم. خوب در علاقه باشید.